نفس بگیر پسر گلم، عجله نکن، هیچ عجله نداری. بگی. یه نفس بگیر، یا جنه خسته بخور شده. یا بخور، یا مگو دارم یواش یواش، اصلا عجله ندارم براش. یه ذره آب بخور که بتونی یه ذره چیزی تو معدت باشه بیاری بالا. بدر چی در میارم. آره میدونم. فقط یواش یواش عجله نکن. ها ماشاءالله. عجله نکن. تو برای خرید دیگه عجله کردن نداره که خرید همیشه میتونی داشته باشی. عجله نکن. چرا نمیاد مثلا ما رو جنگیری کنن؟ مثلا من برم بهش میگم من جنگیری کن، میگه نه شما رو نمیشه، تو قدرت زیاده. میگه چرا؟ بعد میگه که مثلا آره شماها خودتون از همه چی سر در میارید، ما میدونیم مثلا اینا کذاب و دروغگوان. فعلا اگه ما رو هم نمیشناختن ما رو هم میخواستن جنگیری کنن. دوستان بیش از این دیگه نمیتونم چیزی بگم.